مرکز مطبوعات ملیس دوشنبه با نشر چند عکس از جای حادثه خبر داد که صحنه 28 نوامبر سال جاری تقریبا ساعت 13:10 راننده автомاشین طبقه کیا ریو رقم قید دولتیش 7280 حلیموف خورشید در نتیجه با سرعت بلند در بالای پول یا کوپروک خیابان اسماعیل سامونی حرکت نمودند از روده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به پنجره آهنین کنار چپ رو برخورده است. در نتیجه پنجره آهنین کنار رو شکسته به آینه های طرف چپ اتوبوس مسافربر رقم های قید دولتیش 1251 که با تک کوپروک حرکت میکرد برخورده به نقلیات مذکور ضرر تکنیکی رسانیده است. همزمان واسطه نقلیات طبقه کیا ریو نیز از بلندی 6 از 35 متر با قسم پیش برای اتومبیلگرد کوچه نظامی گنجوی سر و زیر شده است. در نتیجه صدمه مذکور تنها یک مسافر داخل اتوماشین طبقه کیا ریو جوان دختر 18 ساله ساکن شهر دوشنبه جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شده است. ریاست وزارت کار داخلی دوشنبه گفت اوید به این صدمه مواد لازمی ترتیب داده شده سنجش جریان دارد.